در دوره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسه طبق نقشه کاری شعبه کارگزاران و اویله محفل اویله موفق به راه مانده شده تجربه زندگی این اویله ها ترغیب می‌گردند. یکی از این اویله ها در دهه جوانی جماعت دهاتی به نام عبدی عوض فی ناحیه واسه اویله یولدوشف بین همدیگران اویله نمونوی شناخته شدند. این اویله فرزندان را در روحیه وطندوستی تربیت نموده آنها را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی و فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جلب نمودند. اویله ما اصلا از آموزگاران فن‌های دقیق حساب می‌شود. یکی بچه‌ام معلم تکنولوژی ماتماتیک تکنولوژی اطلاعاتی است. دخترم معلمه ماتماتیک اینفورماتیک است. دخترم یولدوش سفرگل معلمه شیمی بیولوژی است. اویلم همچون آموزگار فن زبان روسی درس می‌گوید. در این اویله شکرانه صاحب استقلالی تاجیکستان نموده فرزندان کوشش نمودند در رشد هنرهای مردمی هم سهم ارزنده گذارند. فیروزه یولداشووا طبق کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فاکولته ماتماتیک و اینفورماتیک دانشگاه دولتی شهر کولاب را ختم نموده از همین فنها به شاگردان درس میگوید. بیرون از فعالیت کاری و شغل دوزندگی مشغول میگردد. با تاکیدهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که من چندین بار در برآمدهایش تاکید می نماید که همین هنرهای مردمی را نیز باز از خود نمایند و من با تاکیدهای آن کسها این هنر را از خود نمودم و در زندگی و من یاری رساند. این اویله زیایی در استحصال محصولات کشاورزی و تامین بازار داخلی به سبزوات تر و تازه سهم کلان دارد. زمین‌های خواجگی دهقانی و زمین نزد حولگی منزل استقامتیشان را ثمرناک استفاده می‌نمایند. گرمخانه نوبنیاد است. فرزندان و نویره‌ها در روحیه مهنتی به کمال می‌رسند. در زمستان تیرامو همه وقت با واسطه علف‌های کبودی برای خوراکمون استفاده می‌بریم. دویم برای لیمون کردیم که برای پیشرفت اویلمون کمی هم باشد یاری خود رو در حساب نزدی حولگی ما استفاده بریم که سطح زندگیمون با بهتر و خوبتر شود. بخشیده به جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسه آن همین طور با شنانیدن گل‌های صدبرگ و درختان خرما اطراف منزل‌های استقامتی آباد و زیبا گردانیده شده ساکنان به قبول سیاحان آماده می‌گردند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.